تا حالا فقط از ردیس به عنوان یک کیوری دیتابیس استفاده کردین؟ همونطور که میدونین ردیس یک دیتابیس فوق العاده سریعه. دلیل این سریع بودن نگهداری دیتاها در رم هستش. اما آیا تا به این فکر کردین که این سرعت بالا رو ما بتونیم ازش استفاده بکنیم و کوئری های شبیه سیکوئل دیتابیس روی ردیس بزنیم؟ اگر به این موضوع علاقه داری، در ادامه ویدیو با من همراه باش تا با ردیس سرچ آشنا بشیم. درود دوستان، من ایمانم. توی این ویدیو قصد دارم در رابطه با ردیس سرچ صحبت کنم. ردیس سرچ این قابلیت رو به ما میده که یه سری ایندکس ثانویه رو روی دیتاها در ردیس داشته باشیم و بتونیم با استفاده از کوئری داده‌های مورد نیازمون رو استخراج کنیم. ممنون میشم اگه کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. بدون معطلی بریم سراغ کد. برای استفاده از ردیس سرچ ما باید از ردیس استک استفاده بکنیم. ردیس استک مجموعه‌ای از ردی جیسون، ردیس سرچ، ردیس تایم سریس و ردیس بلوم هستش که این چهارتا در کنار همدیگه ردیس استک رو تشکیل میدن. برای نصب ردیس استک ساده ترین کاری که شما میتونید انجام بدین استفاده از کامند داکر ران هستش. ردیس رو شما به دو صورت میتونید روی سیستمتون داشته باشین. یکی با استفاده از ایمیج ردیس استک سرور، یکی دیگه با استفاده از ایمیج ردیس استک. تفاوت این دوتا در چی هستش؟ شما وقتی که از ردیس استک سرور استفاده میکنید فقط انجین ردیس روی سیستم شما نصب میشه و روی کانتینر شما در دسترس هستش. اما وقتی از ردیس استک استفاده میکنید علاوه بر انجین ردیس ما یک ردیس اینسایت هم داریم که ردیس اینسایت رو در ادامه باهاش آشنا میشیم. اما به صورت کلی ردیس اینسایت یه منیجر برای ردیس هستش که کاری رو شبیه SSMS SQL سرور برای ما انجام میده. با ران کردن این کامند در پاورشل یا CMD خودتون یا اگه در محیط های دیگه کار میکنید در ترمینالتون میتونید به راحتی ردیس استک رو داشته باشین. من این کامند رو اجرا کردم و در اینجا روی پورت 8001 من میتونم ردیس اینسایت رو دریافت بکنم که همونطور که میبینید یک سری قابلیت ها رو در اختیار من میذاره. میتونم هش ست هایی که درست کردم رو مشاهده بکنم، کلا کی ولیو هایی که برای من وجود داره، میزان مصرف سی پی یو، میزانی که از رم اشغال شده توسط این دیتای من، تعداد کلید ها، تعداد کلاینت هایی که کانکت شدن و خیلی موارد دیگه‌ای که از حوصله این ویدیو خارج هستش. توی این ویدیو چیزی که شما مشاهده میکنید یک سری کوئری داخل SQL سرور هست که میخوایم معادل اونها رو داخل ردیس سرچ داشته باشیم. برای این کار من یک جدول ساختم که این جدول موویز هستش. یه سری کالم داره که آیدی به عنوان حالا پرایمری کی، تایتل، پلاس، ریلیز دی، ژانر، ریتینگ، واتس، تایم و نام کارگردان و 5 تا فیلم اول IMDb رو هم داخلش وارد کردم. همونطور که میبینید به سادگی خب این دیتاها قابل سلکت کردن هستن. حالا بریم دیتاها رو داخل ردیس وارد بکنیم. برای وارد کردن دیتاها داخل ردیس من دستور hset استفاده میکنم. دستور hset برای وارد کردن هش ست داخل ردیس هستش. ما توی این ویدیو در رابطه با هش ست ها صحبت میکنیم و در یک ویدیو جداگانه مفصل در رابطه با ردی جیسون که جدیداً به ردیس اضافه شده صحبت میکنیم. خب برای اضافه کردن هش ست ما دستور hset به این شکل استفاده میکنیم. یک کلید از ما میگیره تحت ما الان مثلا میخوایم بگیم مووی 1 و فیلد ها رو به صورت پشت سر هم از ما دریافت میکنه. من برای اینکه دیتابیس هم خالی باشه از دستور فلاش دی بی استفاده میکنم. دیتابیس رو به صورت کامل پاک میکنم و دونه بدونه دیتا ها رو اینسرت میکنم. خب همونطور که میبینید با دستور hset من میگم کلیدم نامش مووی 2.1 هستش، تایتل مقدارش جلوش می‌نویسم، پلات مقدارش جلوش می‌نویسم. پس ما عملا هر فیلدی رو که وارد میکنیم ولیوش رو بلافاصله بعد از اون اضافه میکنیم و همینجور پیش میریم. تنها چیزی که اینجا شاید واسهتون عجیب باشه اینه که چرا ریلیز دیت ما به صورت اینتیجر اومده
که این رو در ادامه روش توضیح میدم. خب با زدن دکمه اینتر میبینیم که به ما میگه ما 8 تا فیلد رو اضافه کردیم و من اینجا رفرش میکنم و میتونم 8 ست رو ببینم. بقیه کلیدها رو هم اضافه میکنم. من فایل اینا رو هم در اختیارتون میذارم در انتهای ویدیو که شما نخواهید خودتون اینها رو تایپ بکنید. البته تایپ کردنش خیلی از لطف نیست، باید تمرین میشه. یکی دو مورد رو من پیشنهاد میکنم خودتون تایپ بکنید حتما. اوکی. خب الان دیتای ما وارد شد. حالا بریم یه کوئری روی SQL سرورمون ببینیم. کوئری اول به ما گفته که فیلم هایی رو برای من بیار که کارگردان اون فرانسیس فورد کاپولا باشه، کارگردان سگانه گادفادر. خب خیلی راحت توی SQL این کوئری خیلی راحتی هستش. همینطور که میبینید من کار خاصی هم روی فیلد دیرکتور انجام ندادم و خیلی راحت تونستم این رو سلکت بکنم و دیتا رو بگیرم. بریم ببینیم توی ردیس چه چیزی رو داریم. برای گرفتن دیتا داخل ردیس کاری که همیشه ما انجام دادیم و برای همه هم آشنا هستش، استفاده از کلید هستش. یعنی چی؟ یعنی من میتونم مثلا با دستور hmget بگم مووی 1 رو برای من برگردون، حالا تایتل، ریتینگ و نام کارگردان که من اشتباه نوشتم، نال برگردون. خب به سادگی این رو برای ما انجام میده. خب همونطور که میدونید کلیدها داخل ردیس حکم یک پرایمری ایندکس رو برای ما دارن، اما برای نوشتن کوئری روی ردیس ما نیاز به سکندری ایندکس ها داریم که سکندری ایندکس ها رو با استفاده از ردیس سرچ میتونیم داشته باشیم. تفاوتی که ردیس با سیکوئل دیتابیس ها داره اینه که ما توی سیکوئل دیتابیس ها ملزم به ساختن ایندکس نیستیم و همینطور که دیدیم من ایندکسی رو روی اون تیبل نساختم و تونستم دیتا رو دریافت بکنم. اونجا فرایند ایندکسینگ به پرفورمنس ما کمک میکنه که البته یک سری محدودیت‌هایی هم داره. شما نمیتونید بی نهایت ایندکس اضافه بکنید و انتظار داشته باشین همیشه پرفورمنس خوبی رو روی سیکوئل دیتابیس ها دریافت بکنید. برای ساخت ایندکس از دستور ft create استفاده میکنید. دستور ft create به این شکل هستش که از ما نام ایندکس رو میگیره. به ما میگه که شما ایندکستون چه اسمی قراره داشته باشه، از این به بعد چه نامی برای ایندکس میذارین. تقریبا میشه گفت مشابهش میشه نامی که ما برای مثلا جدولمون در نظر میگیریم، مشابه هستش. حالا در ادامه میبینید که ما دقیقاً کوئری هامون رو همونطور که اونجا توی SQL مینویسیم select star مثلا movies from movies، اینجا کوئری هامون رو همه رو با نام ایندکس مینویسیم. بعدش به ما میگه که تایپ تو به من بده. تایپ ما اجنس هش هستش. در مرحله بعدی پرفیکس رو میگیره. حالا پرفیکس اینجا یه خورده نکته داره. من می نویسم پرفیکس 1 مووی که داخل یه دونه دابل کوتیشن هم باید قرارش بدیم. این به ما چی میگه؟ میگه من دیتا هایی رو واسه تو ایندکس میکنم که پرفیکس کلیدهاش برابر باشه با مووی 2 نقطه، یعنی همشون با مووی 2 نقطه به اصطلاح شروع شده باشن. حالا این پرفیکس 1 به چه معنیه؟ من میتونم 1 تا n تا پرفیکس داشته باشم. به طور مثال فرض کنید که ما یه لیستی از مووی ها و سریال ها رو توی دیتابیس ردیسمون کش کردیم که سریال ها مثلا با پرفیکس سریس کش شدن، ولی ما همه رو میخوایم توی یه دونه ایندکس داشته باشیم. حالا مثلا اسم این رو هم یه چیزی میذاریم که برای هر دو تا ست بکنه. تنها کاری که بعد انجام بدیم اینه که اون سریس رو اضافه کنیم و اینجا 1 رو به 2 تبدیل بکنیم. این کامند خیلی توی کامندهای ردیس سرچ در ادامه هم میبینید که ما قبل از اینکه حالا اون فیلد ها یا پراپرتی ها رو اضافه بکنیم میگیم چند تا پراپرتی قراره دریافت کنی. الان ما میگیم شما به عنوان پرفیکس 2 تا مقدار قراره دریافت بکنیم، پس این 2 رو براش قرار میدیم. ولی من فعلا این رو پاک میکنم چون نیازی بهش نداریم. بعد از اون وارد کردن اسکیما هستش. برای اسکیما ما بر اساس
منطقی که داریم، بر اساس بیزینسی که داریم، باید بیایم نوع ایندکس هامون رو مشخص کنیم. اولین ایندکسی که دربارش صحبت میکنیم تکست هستش که قابلیت فول تکست سرچ رو به ما میده. یعنی من جاهایی که قرار یک بخشی از یک عبارت رو سرچ بکنم میام از فول تکست سرچ استفاده میکنم. سورتبل در انتهای همه ایندکس ها شما میبینیدش، یه نکته پرفورمنسی داره که علاوه پرفورمنسی به ما کمک میکنه وقتی که ما ایندکس هامون از جنس سورتبل در نظر میگیریم و همه جا توصیه شده که از سورتبل استفاده بشه. برای پلات هم همین شکل ما دوباره از تکست استفاده میکنیم. برای ریلیز دیت اینجا یه نکته خاصی رو ما داریم. ریلیز دیت رو ما اینجا فرمتی به عنوان دیت کلا داخل ردیس نداریم برای ایندکس هامون، از جنس نیومریک تعریف میکنیم. حالا ما که دیتمون از جنس نیومریک نیست، پس باید چی کار بکنیم؟ هر تاریخی رو که داریم تبدیلش میکنیم به یونیکس تایم استمپ. یونیکس تایم استمپ میشه مدت زمانی که حالا به ثانیه یا میلی ثانیه بستگی به خودتون داره از زمان اگر اشتباه نکنم لانچ یونیکس، اولین لانچ یونیکس میگذره، از اون زمان رو میان حساب میکنن. فکر کنم سال 1970 میلادی بوده اگه اشتباه نکنم، و از اون تایم رو میان به ثانیه میشمارن و به عنوان یه مبدأ زمانی در نظرش میگیرن. بله گفته که یونیکس اپاک on January 1st 1970 از همین تایم رو میان در نظر میگیرن به عنوان یک مبدأ زمانی. خب که این رو هم نیومریک و سورتبل میذاریم. برای ریتینگ هم به همین شکل هستش، باز هم نیومریک و سورتبل هست. حالا جاهایی که ما میخوایم سرچ اگزکت داشته باشیم، یعنی من الان میخوام مثلا فیلم هایی رو به دست بیارم که کارگردانشون نامشون عیناً برای ما مشخصه یا ژانرشون یه ژانر خاصه، درام، کرایم یا اکشن هستش، میریم از تگ استفاده میکنیم. تگ کلا برای سرچ اگزکت مچ هستش، یعنی یه چیزی رو اگزکت بتونیم مچ کنیم. البته یه قابلیت خیلی خوبی رو که ردیت سرچ به ما میده بحث اینه که ما میتونیم سپریتور مشخص بکنیم. به طور مثال ما توی دیتامون همونطور که میبینید دراما، کرایم، یک کاما، دراما، اکشن، کاما، کرایم، کاما، دراما، به این شکل دیتا رو ذخیره کردیم. توی ردیت سرچ من میتونم این درام رو به راحتی توی فیلترم بیارم و خودش این کاما سپریت ها رو برای من متوجه میشه و حتی ما میتونیم به صورت این حالت دیفالت رو تغییرش بدیم، یعنی سپریشن هامون رو بر اساس حالا پایپ یا سمیکالم یا هر چیز دیگه ای قرار بدیم. مورد بعدی هم که داریم تایم هستش و دیرکتور که من دیگه اینا رو کپی پیست میکنم و ایندکسمون رو میسازم. برای دیدن مشخصات ایندکس وارد شده از دستور ft info استفاده میکنم که میتونم نام ایندکس رو بنویسم و مشخصات ایندکس رو به من میده که توی مشخصات حالا فضایی که ایندکس اشغال کرده، مدت زمانی که طول میکشه که ایندکسینگ انجام بشه و خیلی موارد دیگه، تعداد داکیومنت هایی که توش هستن رو برای من مشخص میکنه. برای پاک کردن ایندکس هم ما میتونیم از دستور ft drop index استفاده بکنیم که باز هم نام ایندکس رو از ما میگیره و میتونیم ایندکسمون رو دراپ بکنیم. اگر یه دیدی هم به این ته اضافه بکنم علاوه بر پاک کردن ایندکس، اون داکیومنت هایی که به این ایندکس متصل هستن رو هم برای ما پاک میکنه. خب من این رو پاک میکنم، کلیر میکنم، دوباره میگم ft info idx movie که من میگه هیچ ایندکسی وجود نداره، اما دیتای ما همچنان سر جاش هست چون من دیدی رو اضافه نکردم. خب مجدد دستور کریت رو اجرا میکنم که مجددا ایندکسینگ انجام بشه. خب حالا میریم سراغ کوئری نوشتن. کوئری اولی که نوشتیم چی بود؟ گفتیم که فیلم هایی رو برای ما بیار که کارگردانشون فرانسیس فورد کاپولا باشه. پس میگیم
FT search. برای سرچ کردن از کیورد FT search استفاده میکنیم. از ما نام ایندکس رو میخواد که مووی هستش. حالا یک کوئری از ما میگیره که این کوئریه میتونه استار باشه که همه دیتا رو برگردونه. وقتی من استار میزنم همه دیتا برای من برمیگرده. خب حالا کوئریمون رو به این صورت مینویسیم. اگه یادتون باشه ما دیرکتور رو به عنوان تگ تعریف کردیم. وقتی فیلد تگ داریم ما به این شکل کوئری رو براش مینویسیم. میگیم دیرکتور دو نقطه آکولات باز و بسته، نام رو به صورت کامل می نویسیم. اینطور که کنیم همونطور که می بینید فیلم گادفادر 2 و گادفادر نسخه اولش برای ما اومد. حالا یه سری نکات اینجا وجود داره. همیشه دقت کنید اولین چیزی که برمیگردونه به شما تعداد داکیومنت هایی هست که با این کوئری شما مچ هست. حالا در ادامه میبینید پجینیشن هم داشته باشیم این تعداد کل رو برمیگردونه که خیلی هم قابلیت خوبیه که میتونه به ما در آینده کمک بکنه. بعد یکی در میون نام کلید و دیتا هایی که داخلشون هستن. یعنی الان مووی 4 نام کلید و فیلد هاشون رو برای ما لیست کرده. همونطور که میبینید ریتینگش 9، تایتلش گادفادر و دوباره مووی 2 ریتینگ 9 و 2 همینجوری اومده تا پایین. خب حالا فرض کنید میخواید یه پروژکشنی روی دیتاتون داشته باشین. یعنی چی؟ یعنی میخواید فقط 2-3 تا فیلد مشخص رو برگردونید. احتمال داره تعداد فیلداتون خیلی زیاد باشه و نیازی هم به همشون نداشته باشین که این کار توی خود SQL سرور هم خیلی رایجه. توی ردیس چجوری این کارو میکنیم؟ با استفاده از یعنی من کوئری قبلیم رو می نویسم با استفاده از دستور یا کیورد ریترن. ریترن به این شکله که به ما میگه که شما چند تا چیز رو میخوای ریترن بکنی. میگم من 3 تا فیلد رو نیاز دارم. 3 تا فیلدم چی هن؟ تایتل، دیرکتور و ریتینگ هست. اگر یه دونه دیگه بذارم چی میشه؟ مثلا بگم تایمش هم بده، به من خطا میده. چرا؟ چون من بهش گفتم 3 تا میخوام. پس وقتی 3 تا رو میذارم به ما این رو برمیگردونه که میبینید الان دیتای کمتری رو برگردون و عملا همون دیتایی که من میخواستم، همون تعداد فیلدی که من میخواستم رو برای من برگردوند. برای اینکه ببینیم فیلتر روی اعداد به چه صورت هست ما میگیم فیلم هایی رو به ما نمایش بده که تایمشون بیشتر از 180 دقیقه باشن که فیلم گادفادر ورژن 2 هستش، نسخه 2 هستش که میریم این کوئری رو روی ردیس می نویسیم. خب باز هم وارد ردیس اینسایت میشم. اینجا تایممون هم کوچیک میذاریم. اینجا میگیم که تیکه اول کوئری که گفته FT search نام ایندکس، اونهایی که تایمشون بین 180 تا بی نهایت بزرگتر از 180. خب هیچی برای ما بر نگردوند. بعد ببینیم مشکل چیه. یه بررسی میکنیم. خب این که درسته، مشکلی نداره. آها، فیلد تایم رو اگه یادتون باشه ما موقعی داشتیم ایندکس رو میساختیم با تی کوچیک گذاشتیم و همه جا هم تی کوچیک بود الا برای اون مورد نظر ما. خیلی باید به این دقت کنید چون کیس سنسیتیو هستش. به صورت تایم با تی بزرگ هست، پس این اصلا ایندکس نشده که بخواد نمایش داده بشه. من این فیلد رو پاک میکنم و مجدد اضافه میکنم، این دفعه با تی کوچیک 202 دقیقه. حالا اگر این کوئری رو اجرا بکنم بعد جواب بده. بله، این یه قابلیتی رو داره به ما میگه که خب ما میتونیم ریل تایم ایندکسینگ داشته باشیم، همونطور که SQL هم داره این کار رو انجام میده واسه ما. یعنی چی؟ یعنی شما اگه دیتاهاتون چنج هم بشه، حتی دیتای جدیدی هم اضافه بشه، بر اساس اون ایندکسی که روی اون پرفیکس مورد نظر ساختین دیتاها ایندکس میشن، فیلدها ایندکس میشن و شما میتونید روشون کوئری بزنید. خب
حالت که به این شکل ما داریم کوئری رو می‌نویسیم، همه فیلم هایی رو به ما میده که 180 دقیقه هستن به بالا. حالا ما اگر بخوایم فیلم هایی رو به دست بیاریم که 180 دقیقه توشون شامل نشه، مثلا 181 دقیقه باشه، اونجا یه دونه پرانتز ابتدا میذاریم که میبینیم دوباره 202 رو برای ما برمیگردونه. حالا من اگر بیام مقدار 202 رو چنج بکنم، بذارم 180. الان قاعدتا توی این کوئری من داخل این کوئری من دیگه این دیتا نمایش داده نمیشه، چون عملا انگار یک بازی رو دارن بررسی میکنن. خب حالا اگه بخوایم فیلم هایی رو ببینیم که کمتر از 120 دقیقه هستن، که فیلم فوق‌العاده 12 مرد خشمگین هست توی این لیست 5 تایی، کوئریمون رو باید به این شکل بنویسیم. من پیدا کنم کوئری قبلی رو، نیست. میگیم تایممون بین منفی بی نهایت، حالا یا 0 چون میدونیم تایممون کمتر از 0 نیست، تا 120 دقیقه، که اینجا هم میبینید فیلم 12 مرد خشمگین برای ما برگشت. حالا فیلم هایی رو میخوایم که بعد از سال 2000 هستن و داخل این لیست وجود دارن، که فیلم بتمن دارک نایت هست، نسخه 2 بتمن ساخته کریستوفر نولان. اینجا ما یه مسئله ای رو داریم که نیاز روش صحبت بکنیم. همونطور که یادتونه من گفتم ما ریلیز دیتمون رو به این شکل ذخیره سازی نمی کنیم، به شکل اینتیجر ذخیره سازی می کنیم. خب بعد وقتی من میخوام کوئری بنویسم، کوئری من به این شکل میشه. اونهایی که از این یونیکس تایم استمپ بزرگتر هستن. حالا اینو از کجا میتونیم به دست بیاریم؟ توی همه حالا زبانهای برنامه‌نویسی و فریم ورک ها تبدیل این اصلا وجود داره به صورت پیش‌فرض، چون یه چیز رایجه که از این استفاده بکنن. توی دات نت حالا در ادامه میبینیم توی ویدیوهای بعدی، ولی اگر حالا همینجوری برای آموزش میخواین کد بزنید، خیلی راحت وارد همین سایت میشه unixtimestamp.com. روز اول ماه اول سال 2000 رو با زمان 0 میزنید. عددی که به شما میده همین 946 672 200 هستش، که اگر ما این کوئری رو هم اجرا بکنیم میبینیم که فیلم دارک نایت برای ما برمیگرده. حالا بریم سراغ کوئری زدن روی تگ ها. همونطور که موقع تعریف کردن ایندکس ها گفتم، هر وقت ما میخوایم سرچ اگزکت داشته باشیم، ما میایم از به اصطلاح تگ ایندکس ها استفاده میکنیم. حالا من میخوام فیلم هایی رو بگیرم که ژانرشون درامه. حالا اینجا من کوئری رو چرا این شکل از جنس لایک نوشتم؟ بخاطر اینکه من دیتامو به صورت کاما سپریتد ذخیره کردم توی ژانر، و توی SQL بعد این رو به این شکل به دست بیاریم که میبینیم ما همه فیلم هایی که داریم ژانر درام رو داخلشون دارن. پس کوئری اول میخوایم بریم همه فیلم هایی که ژانر درام رو دارن رو بگیریم. خیلی ساده دیگه، اینجا نیازی نیست چیزی شبیه لایک بنویسید یا سراغ فول تکست سرچ برین. وقتی که کاما سپریشن دارین به راحتی ردیس سرچ خودش این رو میفهمه و فقط کافیه که من اینجا بنویسم اونهایی که ژانرشون برابر درام هست. همونطور که میبینید 5 تا فیلم رو برای من برگردون که همه فیلم ها عملا داخل این هستن. حالا توی کوئری بعدی میخوایم فیلم هایی رو بگیریم که هم ژانر درام هم ژانر اکشن رو دارن، که فقط یه فیلمه که فیلم بتمن هستش. حالا این کوئری رو داخل ردیس سرچ چجور می‌نویسیم؟ توی ردیس سرچ شما اند رو کلاً به این شکل می‌نویسین، یعنی داخل همون کوتیشنی که دارین کوئریتون رو میذارین، هر چیزی که با فاصله از هم جدا بکنید
مثل اند باش رفتار میکنه. خب که میبینید فیلم دارک نایت برای ما برگشت. خب کوئری بعدی میخوایم فیلم هایی رو بگیریم که ژانرشون یا درامه یا جناییه، که الان حتی همه برمیگردن به خاطر اینکه ما همه فیلمامون درام هستن. خب برای نوشتن همچین چیزی توی ردیس ما از پایپ استفاده میکنیم. یعنی وقتی که ما تگ داریم میگیم ژانر برابر درام یا اکشن یا هر چیز دیگه میتونیم اینجا بذاریم، پس از عملگر پایپ استفاده میکنیم. اوکی، بازم میبینید که نتیجه کاملا برابر بود. یه موضوع دیگه که خیلی جالبه بحث نات ها هستن، نگیت کردن یک چیزی از کوئری، که میبینید توی اسکیل ما گفتیم که فیلم هایی رو بیار که درام هستن اکشن نیستن، که ببخشید کرایم نیستن، که فیلم رستگاری از شاوشنگ فقط این مشخصه رو داره. حالا توی ردی سرچ همچین چیزی به چه شکله؟ ما میایم از علامت ماینس استفاده میکنیم. یعنی چی؟ دقیقا به این شکل عمل میکنه، همون حالت تفاضل مجموعه ها که از دوره دبیرستان هم یادمونه. میره مجموعه درام ها رو پیدا میکنه، کرایم ها رو ازش کم میکنه و به سادگی میبینید که فیلم رستگاری از شاوشنگ نمایش داده شد. خب برای سورتینگ در ردیس به چه صورته؟ خیلی ساده است. فقط تنها موردی که توی ردیس سرچ ما داریم اینه که تو حالت سرچ ساده ما فقط سورت رو بر اساس یه دونه فیلد میتونیم داشته باشیم. ما اینجا میخوایم بر اساس تعداد آرا سورت انجام بدیم. کوئری اسکیولش که نکته خاصی نداره، توی ردیس از دستور سورت بای استفاده میکنیم. دستور سورت بای به این شکله که میگه سورت بای اون فیلد مورد نظر و نوع سورت کردن، حالا این به صورت نزولی یا صعودی هستش، که میگه من واتس رو نمیشناسم. فکر کنم ما واتس رو اصلا ایندکس نکردیم. بذارید من کوئری ایندکس رو بیارم. احتمالا توی اون کوئری که من ران کردم واتس ایندکس نشده، موردی نداره. یک بار پاک میکنیم ایندکسمون رو، مجدد الان داخل این کوئری واتس ایندکس شده. خب ft drop index idx movie. اوکی، الان قاعدتا باید کار بکنه. بله، میبینید که بر اساس تعداد آرا صوت رو برای ما انجام داد. اولی 2,800,000، 2,810,000 و همینجوری به این صورت. خب وقتی ما بخوایم یه بخش خاصی از دیتا رو سلکت بکنیم نیاز به پجینیشن داریم. به طور مثال فرض کنید که حالا ما اینجاشون تعداد دیتامون کمه، عددمون کوچیکه، ولی خب معمولا پیج های 20 تایی 30 تایی بر اساس اون چیزی که نیاز داریم داخل محصولمون این رو ما تامین میکنیم. حالا فرض کنید که ما میخوایم پیج سایزمون 2 دونه باشه، یعنی داخل هر صفحه 2 تا فیلم رو نمایش بدیم. برای این کار داخل SQL که از offset fetch استفاده میکنیم، میگیم 2 تا رو رد کن. مثلا اگر بخوایم 2 تای دوم رو نشون بدیم، یعنی 2 تا رو رد کنیم 2 تای بعدی رو نشون بدیم، به این صورت کار میکنیم. سورتمون هم بر اساس بوت گذاشتیم که میبینید این 2,054,000 میاد و 1,301,000. حالا بریم توی ردی سرچ ببینیم این کوئری رو.
توی ردیس سرچ این کوئری خیلی ساده تر نوشته میشه به این شکل که شما از دستور لیمیت استفاده میکنید. خیلی شباهت دستور داره به پستگره. اگه با پستگره اسکیول کار کرده باشین تقریبا همین شکلی نوشته میشه دستورش که میگیم 2 تا رو رد کن 2 تا رو نمایش بده. اوکی، حالا من اینجا اگر 0 بذارم 2 تا رو رد میکنه هیچی نمایش نمیده. حالا اگر 0 بذارم اینجا 2 بذارم 2 تای اول رو به ما نمایش میده، یعنی مثلا همون تیک و اسکیپی که حالا احتمالاً تو دات نت هم شما باش کار کرده باشین. اوکی، چیزی که اینجا جالبه و خیلی هم مهمه اینه که کوئری شما داره 2 تا فیلم رو برمیگردونه، اما این عدده همچنان عددیه که اون کوئری که شما نوشتین داره توش صدق میکنه. یعنی چی؟ یعنی من 5 تا فیلم دارم که توی این شرطه داره صدق میکنه، ولی شما فقط 2 تای دومشو برداشتی آوردی. حالا از این ما میتونیم یه استفاده جالب بکنیم و یه کار تریکی هستش. من میتونم بگم لیمیت 0 یعنی هیچی واسه من بر نگردون. تو این حالت چیکار میکنه؟ فقط کانت دیتا رو میده. یعنی شما اگر یه کوئری نوشتین خواستیم ببینیم که چه کانت دیتایی داره، میشه برابر همون سلکت کانت مثلا یه چیز داخل SQL، با همین فقط چه کانتی داخلش وجود داره به راحتی میتونید از این استفاده کنید. حالا من میام اینجا مثلا مینویسم جانر مثلا اکشن، میبینید الان داره به من میگه یه دونه فیلم وجود داره با ژانر اکشن، یعنی چیزی که این کوئری داخلش ست میکنه فقط یه دونه است. این مستقل از چیزیه که ما داریم فچ میکنیم و نمایش میدیم. فقط یه حالت دیگه میمونه، اون هم فول تکست سرچ هستش. فول تکست سرچ رو من در قالب یک ویدئوی جداگونه دربارش توضیح میدم، اما به طور کلی میخوام بدونید که چه قابلیتی داره ردیس سرچ. فول تکست سرچ عملا شبیه لایک داخل SQL کار میکنه، ولی خب خیلی پیشرفته تر میتونه جواب بده. حالا بحثای استیمینگ و توکنیزیشن و این چیزها رو داخل خودش داره، بحث فازی سرچ رو داره که من توی این ویدیو واردش نمیشم. اما اگه یادتون باشه ما تایتل رو و پلات رو از جنس تکست تعریف کردیم که گفتیم میتونیم روی اینا فول تکست داشته باشیم. الان وقتی من یه کوئری مینویسم میگم تایتل 2 نقطه دارک، میره داخل تایتل های من میگرده، وقتی کلمه دارک داخلش باشه اون رو به من نمایش میده. اما یه نکته اینجا وجود داره، اینه که کلمه دارک باید به صورت کامل نوشته بشه. اگر مثلا ما به جای دارک دار بنویسیم خب این به من چیزی بر نمیگردونه. برای این موضوع ما یه استار اضافه میکنیم، میگیم دقیقا شبیه همون حالتی که درصد میذاریم داخل SQL، یه استار اضافه میکنیم میگیم اونهایی که کلمه دار رو در حالا بعدش هر چی بود. البته میگم در رابطه با استیمینگ و اسکورینگ داخل فول تکست توی ویدیو جداگونه صحبت میکنم، چون خیلی مبحث مفصلی هستش. خب در طول این ویدیو دیدیم که چجوری میتونیم داده هامون رو سلکت کنیم، فیلترهای مختلفی رو روشون بزنیم، یه کوچولو هم به فول تکست سرچ اشاره کردیم. ردیس سرچ اینجا تموم نمیشه برای ما در ویدیوی بعدی در رابطه با فول تکست سرچ صحبت میکنیم، سعی میکنیم جزئیات و ریزه‌کاریاشو توضیح بدیم و بعد از اون میریم سراغ کوئری هایی که از جنس اگریگیشن هستن. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خدا نگهدار.